در جمهوری تاتارستان روسیه به خاطر قربانیان سانحه هواپیمای مسافربر در شهر قزان ماتم اعلان کردند. بر اثر سقوط این هواپیما در روز 17 نوامبر 50 نفر کشته شدند. سبب‌های فاجعه که در آن فرزندان رئیس جمهور و سردار کمیته امنیت ملی تاتارستان نیز کشته شدند هنوز معلوم نیست. در جمهوری بلاروس نشریات لاهوینو در بحث دادگاهی باخت و از اجازتنامه کارش محروم شد. اجازتنامه نشریات مذکور سال 2011 بعد نشر عکس سرکوب تظاهرات از طرف ماموران پلیس در بلاروس با اتهام نشر ادبیات اکستریمیستی به اعتبار کردند. در شهر مسکو بحث دادگاهی 3 سازمان غیرحکومتی را تا ماه فوریه به تأخیر انداختند. مقامات انتظامی روسیه سازمان‌های مموریال، گولوس، общественный приговор را برای آن به دادگاه کشیدند که خود را بر اساس قانون نو درباره سازمان‌های غیرحکومتی به حیث مأمور خارجی ثبت نام نکردند. یک روز بعد از آتش گرفتن بزرگترین بازار شهر الماتا، گروه از تاجران این بازار به نشان اعتراض راهپیمایی کرده و خواستند راههای ماشینگرد را ببندند و گفته بعضی از تظاهرگران قزاقستان ممکن است بازار را قصداً آتش زدند تا آنها را از دکان‌های اجاره گرفته‌شان در این بازار محروم کنند. و روز یکشنبه در شهر لووی اوکراین حدود 1000 نفر به طرفداری همایش کشورشان با اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. اروپای بدون مرز و از مسکو دور باشد از جمله شعارهای آنها بود. پیشوایان راهپیمایی گفتند که اگر پارلمان اوکراین مسئله امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را حل نکند، مردم را به کارشکنی سراسری دعوت خواهند کرد.